از دست اینا میگیریم، نه فقط مندوبات را مثل اونا از دست اینا میگیریم. حتی مندوبات اونها داخل در مندوبات ما به حدیث من بلغ ملاحظه فرمودید. از قرآن شاید موفق باشیم به ملازمت استدلال و عدم تفکیک، و الا باید تفکیک بشه واحد نفسه بگیم. و من الحمدلله کردم و ما کردیم و هیچی نشد. قرآن را حسبنا کتاب الله و پس الیوم اکملت لکم دینکم نیست در نسخه کتاب شما، انما ولیکم الله نیست در نسخه، الا المودة فی القرآن نیست در قرآن، کونوا مع الصادقین نیست در قرآن. اینا رو پس حذف بکنید دیگه، اسمها را حذف کرد اگر بوده، بلا غیر اسم و حرف نکرد. خدا کند که با صادقین باشیم، با ائمه راستگو باشیم، با ائمه‌ای که خدا تعیین کرده است. آیا ممکن است با تعیین من، البته عبدالملک میگوید که مروانیین برای تعیین شدن، مهدی هم میگوید به این که کذبت زهری کذبت و کذب علی بن حسین المهدی منا. مروانی ها میگوید من ادعی و مدعی ها میگن المهدی منا. گرد از درقا به خود مروان هم به عبدالملک اون آموزیش بود گرد از درقا، غدر هم گرد از درقا، گرد از درقا. و همچنین سید شعراز رحمه الله علیه گفت ایرن مناقع در جلو والی مدینه و متحدیدون که به ما بیاد از درقا ملاحظه کنند. ملاحظات اصل ظاهر هر کی میگوید دیگه من قرآنی هستم. آخر ما قرآنی رو که داریم همین هم مشکل است در ما. بله اگر راست میگفت حسبنا کتاب الله ما هم میگوییم. چرا؟ بده خود کتاب الله ناس است بر افراد و بعد ناس هم نبود، مبهمات کتاب الله را ما چکار میکردیم؟ قیاس میکردیم، من قیاس بکنم بر اون قیاس بکنم بر یه چیز دیگه. الا ماشاءالله اگر قیاس صحیح باشه دینی در دست نیست. 40 جا حضرت صادق را حنیفه سوال کرد در جواب میگوید لا علی. چرا؟ وضو دارد و غسل دارد منی، باره که وضو انجس از منی گفت لا علی والله لا علی. در تمام این 40 جا گفت لا علی. حضرت تمام اینها را جواب شد، همون جا ذکر کرد تمام این چیزها را جواب شده که طوری فهمید که همینه. مثلا توی داران گفت که اعلم الناس ولم نرهون عند عالم. آیا عند عالم بود عیسی ابن مریم میگویی انا عبدالله آتانی الکتاب بدعوانی نبیه. نه بالاخره خدا کنه که ما روز و شب ندانیم، شب را روز ندانیم. باید این رو میگه تو میدونیم که اینا واضحات رو منکرن، واضحاتی طفلی منکر نیست، اینا منکرن. معذرت تکفیر میکنن ما را. البته همشون نه معلومه کیا میرسن به درلی باشی افافرن بالاخره اونا تکفیر میکنن ما. مقصودی که قرآن که ما امروز و فردا نکنیم. تقیه بله، تقیه تو دینی بدون آبایی، اما حقیقتا راستی قلبا ما مخالف حق باشیم ابدا حق نداریم. اگه کردیم رفتیم به جهنم. بهترین شیوه ارتباط با امام زمان در این عصر چیه؟ به دفتر امام زمان عمل کردن، اطاعت او کردن، که انه میبینه، که انه نداره یقینا میبینه.
این صحبتی که بنده میکنم به شما امام زمان جلوتر از شما میشنود. شما به بنده صحبت میکنید، امام زمان جلوتر از بنده. عین الله ناظره و اذنه الواعیه. یعنی همین دستوراتشون عمل کنیم کافی برای ارتباط؟ دعایی یادی براشون مثلا؟ بالاترین دعا طاعتشه. نگاه به چهره علمای ربانی چه اثری داره؟ نگاه به چهره علمای ربانی چه اثراتی داره؟ اگر سبب شد از برای اینکه انسان بیاد خدا و به طاعت خدا و اینها باشد، همون اثرشه، بهترین اثره. ما را سر سودای کس دیگر نیست، در عشق تو پروای کس دیگر نیست. ما را سر سودای کس دیگر نیست، در عشق تو پروای کس دیگر نیست. جز تو دگری جای نگیرد در دل، دل جای تو شد جای کس دیگر نیست. چقدر آدم به مسائل علمی برسه، چقدر مسائل عملی برسه و چقدر مسائل خانواده مثلا اینجوری که واجبات مقدم است بر غیر واجبات. همون خود اشتغال به واجب خودش از اعمال اخلاقیات شرعیه است، مؤکده. هیچی با واجب مزاحمت نمی‌کنه. شرکت در که هست، فقط چیزی که هست باید مرتبط باشد که خراب نکند بناهایی را که بنا کرده، راسته معاصی خراب نکند. بالاترین اخلاقیات همونه که عازم باشد برای اینکه هیچ معصیت خدا را نکند. تمام اخلاقیات توی هم یک کلمه هست. عاقبت به خیری چه کار کنیم؟ برای عاقبت به خیری همون بدایتش رو خیر بکنیم. کار با عاقبتش نداره. عاقبتش با دعا باید خیر. الله 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 هو الله رب الوجود ولا معبود إلا هو رب الوجود ولا معبود إلا هو الله 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 هو الله هو الله رب الوجود ولا معبود إلا هو رب الوجود ولا معبود إلا هو رب غفور ودود عائل سجدت له الملائكة ترجوه وتخشاه الله 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 هو الله. از کجا بدونه که امام زمان از دست ما راضیه؟ از چه راهی دفترش را ملاحظه میکنید، تطبیق میکنید عمل شما رو با دفتر امام زمان، دفتر شرع، هر چیزی که شما دفتر شرع میدونید، مجتهد، مقلد، محتاط، اینا با هم فرق دارن. نقطه خشم رو تو درون اون کور بکنیم، یاد صلوات بفرستیم.
هم برای این هم برای سایر چیزها.